عزیزان، عرض سلام، ادب و احترام. شاید براتون تا به حال این سوال پیش اومده باشه که کی برای اولین بار در ایران اینترنت به کار گرفته شد. برای پاسخ به این سوال چند خطی از کتاب معماری معاصر ایران اثر استاد بانی مسعود رو براتون روخونی میکنم. اگر بخواهیم زمان ورود ایران به دهکده جهانی یا دستیابی به حس حضور فناوری‌های نوین اطلاعاتی را تعیین نماییم، باید به سالهای 1371 و 1372 خورشیدی معادل با 1992 و 93 میلادی اشاره کنیم. سال 1371 خورشیدی چند دانشگاه ایران از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان از طریق مرکز تحقیقات فیزیک نظری که سومین سال تأسیس خود را می‌گذراند از طریق پروتکل UUCP به اینترنت وصل شدند. همان سال مرکز مذکور به شبکه بیتنت پیوست. به این ترتیب ایران دومین کشوری بود که در خاورمیانه به اینترنت وصل می‌شد. سال 1374 خورشیدی مرکز تحقیقات فیزیک نظری توسط یک مودم 9600 بیتی توانست برای اولین بار یک لینک آیپی تمام وقت با دانشگاه وین در اتریش برقرار سازد و از این طریق اینترنت را در اختیار استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی 18 دانشگاه ایران قرار دهد. پاینده باشید.